درود بر شما، وقتتون بخیر. با این ویدیو همراه شما هستیم برای آموزش استفاده از نوتبوک به عنوان هوش مصنوعی حرفه‌ای برای خلاصه سازی محتوا. هدفمون این هست که یک موضوع رو ما به نوتبوک بدیم و با توجه به این موضوع برامون راجع به این مطلب خلاصه سازی محتوایی بر اساس محتوای موجود انجام بده. این نکته خیلی مهمه، چون توی چت بات ها ما میگیم که تولید یک مقاله در واقع انجام بگیره بسته به نوع خلاقیتی که ما از هوش مصنوعی میخوایم و با توجه به اون نقشی که هوش مصنوعی داره برامون مقاله رو تولید میکنه. ولی به طور خاص الان هدف ما خلاصه سازی محتوا بر اساس در واقع محتواهای موجوده. نوتبوک LM در هنگام ساخت یک نوتبوک جدید در اولین قدم از ما میخواد که دیتای در واقع ورودی بگیره و ما میخوایم از همینجا استفاده کنیم. این دیتای ورودی میتونه لینک وبسایت یا وبسایت ها باشه، میتونه ویدیو یوتیوب باشه، میتونه ورودی تکست باشه، میتونه مطلبی از گوگل درایو یا دیتایی از گوگل درایو باشه یا اصلا آپلود سورس انجام بشه. و ما میخوایم این قابلیت رو برای خلاصه سازی یک مطلب موجود در نظر بگیریم. تصویر ذهنی ما اینه که با انتخاب در واقع مطالبی که تاپ هستند در سرچ انجین ریزالت پیج راهنمای انتخاب فن صنعتی، چند تا از لینک هایی که در این نقش در واقع فن و حواشی صنعتی به عنوان مقاله تاپ هستن رو انتخاب میکنیم و میخوایم خلاصه این صفحات رو از نوتبوک LM بخوایم که اون رو به عنوان یک مقاله جدید در واقع انتخابش کنیم و درش بریم. مسلما اینجا بهتری که انتخاب کنیم که حالا با توجه به کلمه راهنمایی که گذاشته مسلما مقاله به ما میده، ولی اگر مثلا انتخاب فن صنعتی بود و صفحه ای رو از شاپ یک سایت به ما میداد، بهتر بود که توی اینجا اینو در واقع درج نکنیم. ولی به هر حال ما الان 5 تا لینک رو انتخاب میکنیم که بگیم خلاصه این در واقع 5 تا رو به ما بده. مسلما اینجا هم بهتره که ما بیایم لینک کامل رو بدیم، یعنی لینک هایی که به عنوان فیچر استیپ اومدن رو اون بخشش رو برداریم به عنوان سورس ورودی در اینجا URL رو بدیم. هر URL رو در واقع توی یک لاین میتونیم بذاریم یا اینکه یه اسپیس میتونیم براش بذاریم، فرقی نداره. ما حالا اینجا هر کدوم میخوایم توی لاین بذاریم. URL اول، URL دوم، به همین صورت هر 5 تا URL رو بهش میدیم. همینطور که دقت میکردید علاوه بر URL مستقیم از وبسایت ها ما میتونستیم بر اساس یه ویدیو یوتیوب هم در کنارش اضافه کنیم، یعنی این نیست که فقط URL بدیم، میتونستیم از محتوای قبلی که در گوگل درایو گذاشتیم استفاده کنیم، میتونستیم در واقع مطلب خودمون رو پیست کنیم اگر از جایی هست و تو کلیپ بوردمون هست. یعنی برای این حالت که ما میتونیم انواع سورس ها رو بیایم بدیم به طور همزمان، خب چیز جالب توجهیه که در نوتبوک LM موجوده و این بحث خلاصه سازی هست. اینسرت رو میزنیم، ببینید به طور پایه خودش داره اینها رو برامون در واقع پایش میکنه و خودش یک مطلب خلاصه رو همین الان با توجه به سورس ما بهمون میده. یه مطلب خیلی خیلی کوچیک و خلاصه، ولی تازه ما اینجا شروع این بخش هست که ما میتونیم بیایم و ازش بخوایم که خب حالا همین رو برامون مایند مپ بسازه، برامون آدیو اوورویو یا پادکست کنه یا ریپورت برامون درست کنه یا سایر مسائل دیگه. به طور مثال اگر بخوایم ما اینو به عنوان ریپورت در نظر بگیریم، اون موقع میتونیم بگیم برامون این رو به عنوان یه بلاگ پست به وجود بیاره. توجه کنید که ما توی نوتبوک LM امکان نوشتن پرامپت هم داریم برای کاستومایز کردن همین درخواست‌های خودمون. حالا ما از بخش ریپورت یه بلاگ پست انتخاب می‌کنیم. ما الان فقط المان‌ها رو داریم خیلی سریع میگیم، وگرنه اگر ما در واقع بیایم و این موارد رو از به صورت دیپ سرچ تعیینش کنیم، مسلما در کیفیت پاسخگویی ما تاثیرگذاره، در کیفیت خروجی ما تاثیرگذاره. نکته بسیار مهمی که از زمانی که دیگه ما آوتپوت لنگویج فارسی اضافه شده، حتما حواس باشه که این روی فارسی باشه. معلومه چون آخرین کاری که انجام دادم فارسی بود، اینجاش هم در واقع فارسی هست. و حالا میایم یه دونه ریپورت ساده به عنوان بلاگ پست بسازیم. استادی گاید هم خوبه، بریفینگ داک هم که عملا برای خلاصه سازی استفاده میشه. ما حالا به عنوان بلاگ پست تعیین میکنیم. این که دیگه شما در چه کانسپتی میخواید از این استفاده کنید دیگه انتخاب خودتون هست. برامون پس از حالا زمان چند ثانیه‌ای یا چند دقیقه‌ای با توجه به حجم بودن دیتامون این پست ساخته میشه.
توجه کنید ما اینجا الان هیچ صحبتی سر سئو فرندلی کردن این محتوا نکردیم، ولی با توجه به اینکه ما لینک هایی که در صفحه اول سرچ اصطلاحا دیدیمشون، مسلما محتوایی که بهش دادیم از لحاظ بیس باید محتوای سئو فرندلی باشه. میشه روی این حساب در واقع مطلب خروجی رو هم مطلب سئو فرندلی در نظر گرفت، ولی مسلما به کارگیری مطلب به صورت یک پاژ روی وبسایت کار در واقع درست نیست که اون دیگه باز اتفاقی که در تیم سئو انجام میشه و سئو فرندلی کردن اون به عنوان حالا بحث یونیک کردنش و اینها اونور انجام میگیره. با توجه به اینکه این مطلبمون چقدر سنگینی داشته این ریپورت تعیین میشه. لول های کاری توی نوتبوک الم هم خوشبختانه تعیین شدنیه، نه اینکه البته در بخشی مثل کویز مثل فلش کارت که حالا ارتباطی به این ماهیت این ویدیو نداره. همزمان اگر هم توی محتوا خواستیم از در واقع محتوای صوتی یا حتی اسلاید های در واقع پرزنتیشن های تصویری استفاده کنیم، میتونیم از نوتبوک الم بخوایم که آدیو اوورویو هم اضافه کنه به زبان فارسی. خیلی ایراداتش کمه مگر در واژه‌های تخصصی، یا حتی ویدیو اوورویو هم اضافه کنه. حالا مثلا اگر قراره که این صفحه به عنوان یه خروجی برای لینکدین هم داشته باشه که تو اون اسلاید بخواد استفاده بشه، هم استفاده از ویدیو اوورویو هم توصیه میشه و میتونه حداقل کارا باشه. دیگه بسته به اینکه هدف چی هست اینجا این اتفاق و نیاز شما تعیین میشه و دیگه خروجی از این نیاز گرفته میشه. این صفحه رو شما میتونید هم رها کنید و به کار دیگه بپردازید و خودش این پرودیوس رو انجام خواهد داد. اونجا میبینیم که الان مطلب ما آماده شده و اسلاید و ویدیو اوورویو همچنان مونده. این مطلبیه که با توجه به خلاصه سازی در واقع 5 سورس اصلی به ما داده شده. مسلما این مطلب آماده درج در وبسایت و بعد دیگه کارهای سئو فرندلیش انجام بشه و موارد این چنینی یه سری مواردی از خودش اضافه میکنه. حالا خلاقیت مثلا بحث فراتر از باد عنوانی که حالا خودش بهم داده که خب میتونه خوب باشه، میتونم استفاده نشه، یعنی اینها دیگه سلیقه سازی هست که بسته به نوع انتخابتون میتونه به کار بیاد یا خیر. این نکته مهمه، ما امکان پرام‌نویسی رو در اکثر بخش ها داریم که بیایم و بخوایم این مطلب رو کاستماایز کنیم. میتونیم هم بخش پرام‌نویسی رو توسط حالا جمینای پرو یا سایر نسخه ها در واقع یا چت جی پی تی، دیپسیک یا گراک، هر چیزی که بعد مد نظر هست از این پروسه استفاده کنیم. منتظر میشیم که پادکست و ویدیو اوورویوش هم تکمیل بشه که تو همین آموزش داشته باشیم. توی این بخش در قسمت ریپورت من یه پرامپت دیگه ای هم وارد کردم. یعنی وقتی میخوایم که ریپورت بگیریم، ما اینجا یعنی اگر روی در واقع گزینه ادیت این خروجی وارد کنیم، اینجا میتونیم توضیحاتی رو راجع به محتوایی که میخوایم بهش بدیم. این توضیحات میتونه به زبان فارسی باشه و خروجی این توضیحات که من گفتم یک مقاله سئو فرندلی بهمون بده. حالا بحث سئو فرندلی بودنش مسلما اون کاری که نیروی انسانی میکنه نیست. این خیلی مهمه، چرا که نیروی انسانی با توجه به محتوایی که تاکنون روی وبسایت درج شده، محتوایی که از این به بعد قرار روی وبسایت درج شه و محتوایی که در وبسایت های دیگه درج شده آنالیز میکنه و موارد تخصصی سئو رو پیاده میکنه. ولی این در حد خود این مقاله به صورت حالا لوکال اصطلاحاً بخوایم بگیم، مقاله رو به ما سئو فرندلی داده و نوشتیم هم که در 2000 کاراکتر بده. یعنی الان ما مقاله رو داریم که با توجه به لینک های اولیه خودمون در 2000 کاراکتر و به سمت سئو فرندلی شدن این مقاله در واقع داده شده. می‌بینید که خیلی خیلی کامل و دقیق از لحاظ کمیت منظورمون هست این مقاله نوشته شده. مسلما این که دیگه شما چه کیفیتی روی در واقع ایندکس مقاله بگیردی بحث‌های سئویش هست که اصلا بحث‌های دیگه است، ولی این رو هم خواستم عرض کنم که میتونید شما قبل از پرودیوس کردن این مقاله از بخش ویرایش نوع بلاگ پست خودتون اینو تعیین کنید. گزینه‌های دیگه هم میتونه به کار بیاد که حالا بسته به ماهیتش باز در ادامه اگر نیاز بشه توضیح خواهیم داد. مرسی، موفق و مایت باشید.